یک دقیقه زندگی شما میتونین زندگی یک کسی را نجات بدین. چه قسم؟ یکی از دوستایتان نیاز به پول داره، مادرش، پدرش، طفلکش، خانمش، خواهرش، برادرش، هر کسی از او در شفاخانه بستر است. پول تداوی، پول عملیات نداره و الله سبحانه و تعالی بر شما همین نعمت داده. پول زیاد دارین در بانک، در اکانت، در خانه‌تان، از او هیچ استفاده نمیکنین. شما میخیزین همین پول به همین برادر به خاطر قرض حسنه لله فی الله، به خاطر رضای الله برش میدین، ولی الله سبحانه و تعالی امرتان کمک میکنه و جنت نصیبتان میکنه. به خاطر چی؟ که شما دست برادر مسلمانتان گرفتین. و الله متعال تا وقتی که انسان یک بنده مومن به کمک برادرش است، الله متعال امر ازی کمک میکنه. مفهوم است؟ یعنی شما در یک دقیقه فکر کنین قدر اجر عظیمه به دست آوردین، زندگی یک جوان نجات دادین. پول ضرورت بود عاجل گرفتین برشان دادین، قرض حسنه به یک برادر مسلمان تا دادین، به یک خواهر مسلمان تا دادین. یک دقیقه زندگی است. یعنی در یک دقیقه میشه شما زندگی یک مادر، پدر، خواهر، یک کسی را نجات بدین. پس غافل از یک دقیقه نباشید.